سرخط مهمترین خبرها: آغاز حمله روسیه به خاک اوکراین، قضیه زنازنی دو مهاجر تاجیک با کارمندان پلیس، برای آنها 3 ادوکت گرفتند و مفتیات قزاقستان استفاده کریپتووالیوتا را حرام نامید. درود بیننده عزیز، خوش آمدید به برنامه نویدی بامدادی. امروز 24 فوریه است. برنامه را از یک خبر فوری آغاز میکنیم. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه صبح پنجشنبه 24 فوریه فرمان عملیات نظامی ویژه در منطقه دانباس اوکراین را صادر کرد. این فرمان پس از آن صادر شد که چند ساعت پیش جدایی طلبان اوکراین از روسیه کمک نظامی خواسته بودند. پوتین 2 روز پیش استقلالیت جمهوری خلقی دنسک و جمهوری خلقی لوگانسک را اعتراف کرده بود. طبق اطلاع خبرگزاری روسیه ریا نووستی، پوتین اظهار داشت که درگیری نظامی بین نیروهای روسیه و اوکراین ناگزیر است و ادعا کرد که اقدامات روسیه دفاع از خود در برابر تهدیدها و برای پیشگیری از مشکلات کلانتر است. رئیس جمهوری روسیه همچنین گفت که می‌خواهد اوکراین را غیر نظامی کند. طبق گزارش‌ها پس از صادر شدن فرمان پوتین، چندین صدای ترکش در کیف، ادسا و دیگر شهرهای پایتخت اوکراین شنیده شده است. خبرگزاری‌های غربی صبح 24 ژانویه گزارش دادند که شهرهای زیاد تحت حمله قرار گرفتند و نیروهای زمینی از موقع‌های مختلف در روسیه و بلاروس وارد اوکراین می‌شوند. پخش مستقیم تلویزیون CNN ترکش‌ها را در چند قسمت پایتخت شهر کیف نشان می‌دهد. خبرگزاری ریترز هم به نقل از یک شاهد گفته است صدای ترکش‌ها در کیف شنیده شده است. خبرگزاری اینترفکس با تکیه با رسانه‌های محلی میگوید که در نزدیکی فرودگاه بریسپول کیف اوکراین صدای تیرپرانی بعد اعلان روسیه درباره این عملیات شنیده شد. درباره آسیب دیدگان یا کشته شدگان گزارش دقیق در دست نیست، اما سخنگوی وزارت امور داخلی اوکراین گفت حمله گسترده آغاز شده است. شام چهارشنبه انتونی بلینکن وزیر کارهای خارجه آمریکا گفته بود بر اساس دلایل به دست آمده باور دارد که روسیه احتمالاً صبح پنجشنبه حمله خود را به اوکراین آغاز می‌کند. بینندگان عزیز، تحولات اوکراین را ما پیگیری داریم و دوام روز به شما اطلاع بیشتر خواهیم داد. برای حمایت از حقوق 2 شهروند تاجیکستان که به حمله به پلیس مسکو گمان برند 3 وکیل مدافع کرا کردند. مقامات روسیه گفتند برادران سید اکرم 21 ساله و عمر 18 ساله روز 17 فوریه امسال در ایستگاه مترو تولسکه به کارمندان پلیس در افتادند. در نواری که رسانه‌های روسیه از محل حادثه گرفته و نشان دادند دیده می شود که 2 پلیس یک جوان را به شکم خوابانده کوشش بستن دستانش را دارند. در همان وقت جوان دیگر از دور دویده به کارمندان پلیس حمله می کند. رسول جان چاریف پدر 2 جوان بازداشت شده روز 22 فوریه به رادیوی آزادی گفت پسرانش نه به آن حد گناهکارند که مقامات روسیه تصویر میکنند و افزود سفارت تاجیکستان برای حمایت از حقوق آنها 1 و مهاجران 2 ادوکت کرا کردند. پدر 2 جوان میگوید مناقشه پس از آن برخاسته است که ماموران پلیس تلاش کردند دست شکسته سید اکرم را تاب دهند و او طاقت نکرده سخت داد زده است. 2 برادر حالا در بازداشتگاه موقتی قرار دارند و هنوز ادوکت ها با آنها وان نخوردند. علیه آنها برای زوری نسبت به نماینده حاکمیت در وقت اجرای کار پرونده گشادند. وکیلان مدافع گفتند که نو اجازه حمایت از بازداشت شده ها را گرفتند ولی از جزئیات پرونده آگاه نیستند. رسول جان چاریف نیز میگوید هنوز برایش اجازه ندادند که با پسرانش واخورد. او از وضع صحتی پسرانش نگران است. مسئولین سفارت تاجیکستان در روسیه گفتند قضیه را پیگیری دارند. دانشجویان کالج طبی شهر کولوب بعد گزارش رادیوی آزادی توانستند ادرارپولی یا استیپندیای خود را دریافت کنند. مشکل این دانشجویان در گرفتن ادرارپولی از تابستان سال گذشته به این طرف ادامه داشت. جزئیات در گزارش همکارم محمود جان رحمتزاده از شهر کولوب. دانشجویان کالج طبی شهر کولوب چند ماه به این طرف استیپندیای خود را گرفتن نمی‌توانستند. بعد گزارش‌های پی در پی خبرنگاران در منطقه کولوب، رهبریت کالج توانست ادرارپولی دانشجویانش را پورا پرداخت کند.
مسئولین آموزشگاه نیم سال پیش گفته بودند که پولهای نگرفته شاگردانشان تا تابستان سال 2021 تقریبا نیم میلیون سومانی بود. راهبریت کالج گفت که در ماه اکتبر یک قسم پول و در ماه دکبر 217,000 سومانی را گرفته پول ادرارپولی دانشجویان را پرداخت کرده اند. وقتانا سالهای چند سال اخیر ما از استیپندی بیاد اذیت می‌کشیدیم گروه بوجوی این سال تا ماه دکبر پول تامین شده روز ماه دکبر علاقه پرداخت نوامبر دکبر علاقه ما در ماه اوریج است ما پرداخت می‌کنیم یگان تنقیشی این سال خوشبختانه نداریم از بخش استاد. راهبریت کالج در یک سال 2 فرمایش دادن ادرارپولی دانشجویان را میکنند. این فرمایش‌ها بعد جنبست سیسیه‌های امتحانی انجام می شود. دانشجویان هم تا چند ماه پیش از پرداخت نشدن ادرارپولی چند ماهشان شکایت می‌بردند. راهبریت کالج هم اعتراف می‌کند که پرداخت ادرارپولیشان از سوی ریاست مالیه با کمک خبرنگاران بوده است. سهم شما هستید. در ریاست مالیه منطقه کلاب گفتند که این مشکل حل خود را یافت. آقای ادرارپولی دانشجویان کالج طبی و کالج آموزگاری با پروگرام گفتن می‌کنند که در ماه دکبر سال 2021 پرداخت شده است و عموما قرضی وجود ندارد. حالا استیپندی حد اقل دانشجویان در تاجیکستان 150 سومانی است. ادرارپولی و استیپندیا را دانشجویان می‌گیرند که طریق بوجوی تحصیل کرده از سیسیه‌های امتحاناتی بهای خوب می‌گیرند. محمود جان رحمتزاده، آزادی، کلاب. اداره مسلمانان یا خود مفتیات قزاقستان استفاده کریپتووالیوتا را منع کرد. مفتیات قزاقستان گفته است با 3 دلیل استفاده کریپتووالیوتا را حرام اعلان کرد. به اطلاع منبع طبق شریعت اسلام همه پولها باید از سوی دولت برآورده و محافظت شوند. بیت کوین پول ملی شدن نمیتواند. آن پول مجازی است که از جانب مقامات دولتی کفالت داده نمی شود و قانونگذاری مالی کشور نیز آن را محافظت کرده نمیتواند. ارزش بیت کوین هر لحظه میتواند یک بار بالا رود یا پایین رود و مردم از این ضرر میبینند. آمده است در خبر اداره مسلمانان قزاقستان. منبع سبب‌های دیگری حرام بودن کریپتووالیوتا را چنین آورده است که روندهای بیت کوین همیشه پوشیده هستند و آن باعث قلابی و فریبگری می شود که شریعت آن را منع کرده است. سوم، بیت کوین همچون اسعار یا مال تحت نظارت جانبی مسئول قرار ندارد و این به اقتصاد داخلی و آرامی جامعه می تواند تاثیر منفی رساند. بخش یک روز تاریخ را همکارم خرامان بقازاده تقدیمتان می کند که مهمترین تحولات تاریخی در روز 24 فوریه را فرا می گیرد. 24 فوریه سال 1989 میدان آزادی شهر دوشنبه که اون زمان به نام لنین شناخته میشد، مکان برگزاری نخستین تجمع مردمی با طلب به زبان تاجیکی دادن مقام دولتی در تاجیکستان گردید. این نخستین گردی همایی بود که در فضای آسایشته و مدنی با شرکت اهل زیاد و مقامات و هم شهروندان عادی برپا شد و مقامات حزبی را نه تنها در داخل جمهوری بلکه در کرملین نگران کرد. نمایش اعتراضی نخستین با طلب‌های سیاسی در آسیای مرکزی نتیجه داد و نیم سال بعد یعنی 22 ایول سال 1989 در تاجیکستان قانون درباره زبان دولتی قبول شد. توجپرام بانک و فانون بانک دو بانکی که از چند سال پیش با مشکل روبرو گردیدند بسته شدند. سبب رسمی بسته شوی این بانک ها گفته نشد، ولی این آغاز مفلس شوی در عموم 4 بانک گردید که پس زندگی و دارایی های مشتریان و هم نظامی تا اون وقت معتدل بانک ضربه زد. 24 فوریه سال 1923 رافائل تولماسов تولد شده است که بیش از 70 سال عمرش را برای رشد موسیقی کسبی اپرا و 6 مقام تاجیک بخشید. او در نخست نمایش اپرای شورشی واسه بالاسانیان در سال 1940 هنرنمایی کرده است. بعد خدمت در جنگ دوم جهان باز به دوشنبه برگشته کار را در همین تئاتر ادامه داد و در اکثر نمایشنامه‌ها نقش اساسی را بازید. با پاشخوری اتحاد شوروی به اسرائیل کوچید و میانه‌های سال‌های 1990 درگذشت. قرب روبل روسی و هم دلار آمریکایی شبانه روز گذشته در برابر اسعار ملی سامانه بی تغییر باقی ماندند. صبح 24 فوریه در بانک‌های تاجیکستان 1000 روبل روسی را به 141 سامان و 60 درم عوض می‌کنند. 100 دلار آمریکایی باشد به 1130 سامانی برابر است.
بیننده عزیز، مهلت جدا شده برای برنامه نوید به انجام رسید. تشکر که تا آخر ما را همراهی کردید.